دوستان سلام. دوستان این داستانی که من گذاشتم مثل اینکه قشنگ از اول گوشش نکردید تا آخر. داستانی در مورد شانس انسانه. بعضی وقتای شانسی بهت خورده، بهش پشت و پا زدی، کم محلی کردی، شانست رد شده. برای همه اتفاق افتاده اکثرا. یه مردی بود تو خونه تنها نشسته بود. زنش اومد بهش گفت چرا نمیری دنبال یه کاری کاسبی؟ مرد گفت بابا کار از کجا، ما شانس کار داریم. زن بهش گفت مرد بلند شو برو دنبال شانست، ببین شانست کجاست. مرد فکر میکنه، بعد توشه بر میداره، میفته ورا، میره دنبال شانسش. میره و میرسه به یه جنگلی. تو جنگل داره میره، یه شیر میاد جلوش، میگه ای شیر منو نخور، من دارم میرم دنبال شانسم. شیر بهش گفت جان خودت اگه میری دنبال شانست، ببین شانس منم چیه، درم شدمه، نمیتونم کسی بخورم، کوتاه میام اکثر وقتا. گفتش باشه. مرد به راه افتاد، رفت رسید به یه باغی، دراز کشید زیر درختی استراحت بکنه. باغبون صاحب باغ اومد بهش گفت کجا میری؟ گفتش دارم میرم دنبال شانسم. باغبان بهش گفت جان خودت میری دنبال شانست، ببین شانس منم چیه، باغم سرسبز، همه چیز خوب، ثمره نمیده. گفتش باشه. رفت رسید به یه شهری، با مامورا حکومتی درگیر شد، گرفتن بردن پیش پادشاه. پادشاه گفت اعدامش کنید. بعد گفت ای پادشاه منو اعدام نکن، من دارم میرم دنبال شانسم. پادشاه گفت خلوت کنید. گفتش میری دنبال شانست، ببین شانس منم چیه، میگم چشم، دستور میدم، میگن چشم ولی انجام نمیدن. مرد گفت باشه. مرد برا افتاد، رفت رسید به یه رودخونه، دید شانس خودش و پادشاه و باغبان و شیر دارن اونجا اشغال میکنن. به شانس خودش گفت فلان شده، تو داری اینجا اشغال میکنی، من تو خونه گرسنه و تشنه و بدون کار و فلان. شانس اومد یه پس گردنی بیزد، گفتش تو از خونه بزن بیرون، برو دنبال یه کاری، سنگ و بلند کن میشه طلا. رفت پیش شانس شاه، گفت بهش بگو تو زنی. گفتش منو میکشه. گفت تو بهش بگو زنی کارت نباشه. رفت پیش شانس باغبون بهش گفت باغ طلا داره. پیش شانس شیر بهش گفت درم نباش، هر کی دیدی بخورش. برگشت رسید پیش پادشاه، گفت خلوت کنید، با پادشاه خصوصی کار دارم. به پادشاه گفت ای پادشاه تو زن هستی. پادشاه گفت از کجا فهمیدی؟ گفت شانس بهت، شانست گفت. پادشاه نقابو برداشت، دید واقعا زنه. گفتش بیا تو بشو پادشاه، من بشم ملکه. گفتش زن دارم. گفتش زنت هم بیار. مرده گفتش نه، من دارم میرم دنبال شانسم گفته فلان سنگ و فلان کن طلا میشه. ایه شانس. ولش کرد رفت رسید پیش باغبون، گفتش یه تیشه بیار، چند زمین و طلا اومد بالا. گفتش گاز این طلا نمیذاش باغ تو ثمره ببینه. گفتش بیا باغ برا تو، طلا هم برا تو، یه دختر دارم بگیرش، همه چی برا تو، بچسب به زندگی. گفتی زن دارم. گفتی زنت هم بیار، عیبی نداره، با هم دیگه بچسب به زندگی. گفتش نه شانس من. گفت تو برو دنبال شانست. ای دوتا. ولش کرد رفت. خواهی تو سرش. اومد پیش شیر، رسید پیش شیر، یه پس گردنی شیر زد، کشید عقب. گفتش ای شیر درم نباش، فلان نباش، تو هر کی دیدی بخورش، کارت نباشه. شیر بهش گفت چی گفتی؟ بیا جلو. تا رفت جلو، شیر پرید روش، خوردش. الفاتحه. خب دست چیه؟ برای خیلی اتفاق افتادن، کم محلی گذشت کردنه، بی تفاوت بودنه. شانس خلاصه رفته سمت کسی دیگه. دوستان شانس که اومد سمتت با بگیری سفت. مرد آخر عاقبتش خورده شد توسط شیر. تا داستانهای دیگه بدرود. دوستتو دارم، حمایت کنید. داستان زیاد دارم براتون میذارم. ممنون، متشکرم.